این غذای خوشمزه رو فقط برای کسایی که خیلی دوستشون داری بپز، چون عاشقش میشن و هر بار ازت میخوان. در ابتدا 1 عدد پیاز رو به صورت نگینی خرد میکنیم. حتما از پیاز سفید یا زرد استفاده کنید. تابه رو روی شعله گاز قرار میدیم. مقداری روغن داخلش میریزیم. وقتی روغن داغ شد پیازهای خرد شده رو اضافه میکنیم. تفت میدیم تا پیازها کمی سبک بشن. دوران کامل مرغ داریم. از سینی مرغ هم میتونید استفاده کنید. من شکاف‌های روی ران مرغ ایجاد میکنم تا هم بهتر مزه‌دار بشه و هم سریعتر پخته بشه. دوستان عزیزم، لایک و سابسکرایب وقت زیادی از شما عزیزان نمیگیره، ولی برای ما خیلی ارزشمنده. لطفاً ما رو حمایت کنید. ممنونم. خب پیازها سبک شدن. نصف قاشق چایخوری زردچوبه، 1 قاشق چایخوری سرپر پودر زنجبیل و نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه اضافه میکنیم. 10 تا 15 ثانیه تفت میدیم. دوستان عزیزم، برام جالبه بدونم شما از کدوم شهر یا کشور ویدیوهای ما رو تماشا میکنید. لطفاً برام در کامنت ها بنویسید. بعد از اون رانهای مرغ رو اضافه میکنیم و از طرفی که استخون داره داخل تابه قرار میدیم. مرغ‌ها رو با شعله کم تفت بدید. بعد از 2-3 دقیقه مرغ رو برمیگردونیم تا طرف دیگه‌ش هم تفت بخوره. لازم نیست که مرغ رو زیاد سرخ کنید، همین که کمی طلایی بشه کافیه. طرف دیگه مرغ‌ها هم سرخ شدن، برشون میگردونیم. درب تابه رو میگذاریم، شعله رو خیلی کم میکنیم و 40 دقیقه زمان میدیم تا مرغ‌ها با آبی که از خود مرغ خارج میشه نیمپز بشن. در این حین زرده 1 عدد تخم مرغ رو جدا میکنیم. الان وقتشه طرز تهیه سوسی رو بگم که مرغ شما رو مجلسی تر و متفاوت تر از همیشه میکنه. زرده رو میزنیم تا از لختگی در بیاد. حالا 4 قاشق غذاخوری ماست رو داخل یک ظرف میریزیم. 2 حبه سیر له یا رنده شده اضافه میکنیم. 5 قاشق غذاخوری زعفران دم کرده و 1 قاشق چایخوری نمک اضافه میکنیم. هم میزنیم تا مواد با هم دیگه یک دست بشن. وقتی مواد یک دست شدن زرده تخم مرغ رو اضافه میکنیم و باز هم میزنیم تا زرده کاملا داخل سس حل بشه. خب همونطور که میبینید مرغ‌ها کاملا آب انداخته، پیازها کاراملی شدن و مرغ هم نیمپز شده. حالا سوسی که درست کردیم رو کم کم روی مرغ میریزیم. این کار رو به آرومی انجام بدید تا ماستی که داخل سس هست به آرومی با مواد همدما بشه و نبره. برای اینکه خیالتون راحت بشه که ماست نمیبره، میتونید برای چند ثانیه شعله رو خاموش کنید. حالا سس رو به آرومی با پیاز کاراملی شده مخلوط میکنیم. در حین پخت هر چند دقیقه یک بار از سس بردارید و روی مرغ بریزید تا مرغ‌ها خیلی خوب مزه‌دار بشن. دوباره درب تابه رو میگذاریم. 40 دقیقه دیگه با شعله بسیار کم زمان میدیم تا مرغ کاملا بپزه. مرغ خوشمزه و مجلسیمون هم آماده شد. بریم که سروش کنیم. یک مرغ مجلسی بسیار متفاوت و خاص در کنار پلو زیره که عطرش کل خونه رو گرفته، همراه با یک سس پیاز کاراملی با طعمی بسیار خاص و متفاوت. امیدوارم که حتما بپزید و نوش جان کنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، برای حمایت از ما لطفاً لایک و سابسکرایب فراموش نشه.